السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیران عزیز، مهاجران محترم، پیش از همه شما را در این ماه شریف رمضان، در این دهه به صبوری پرطاقتی از خداوند متعال تمنا دارین در پناه الله باشید. همه وقت روز مرچه دانه وزینی را برداشته در بیابان می رفت. از او پرسیدند کجا می روی مرچه؟ گفت می خواهم این دانه را برادرم که در شهری دیگر است با او ببرم. گفتند واقعا هم خنده‌آور است. تو اگر 1000 سال هم عمر ببینی نمی توانی این همه راه را طی کرده و از کوهستان و دشت و دریاها بگذری تا به او برسی. مرچه گفت مهم نیست، همان که در راه باشم او خودش میفهمد که چقدر دوستش میدارم. برادران عزیز، فکر و ملاحظه خود را در پایان نوار نویسید. شراب تلخ نمی نوشم ولی مستانه می گردم. لباسی کهنه می پوشم ولی مردانه می گردم. در کانال ما ابونه شوید، لایک را از برای ثواب فراموش نکنید. السلام علیکم و الله و برکاته. باقی در پناه الله.